سلام بچه چطوری؟ بچه اومدیم چیپس و ماست بگیریم. مگه چیپس و ماست عرق میخوایم؟ چی؟ واو اوکی حاجی روغن برگردم من هزینه میکنم اینو برگرد. او همش با توه؟ بیا داغ طلایمون نشه. بگو میدونی واسه درست شدن هر بیسکویت مادر چند تا مادر خورده میشه؟ برنج حامد اصلا به من توجه نمیکنه بچه. حامد اصلا به چیز خاصه های من توجه نمیگیری. سوسیس نگیریم؟ سوسیس خودمون داریم دیگه. بچه راستی کفیر بهتره یا آولی بدید تو کامنت ها بگید. سانستار یا سانیش به نظرتون؟ اینم کامنت کنید. واقعا خیلی موضوعات مهمه. آره بچه‌ها. باشه دستکش یه بار مصرف نمیخوای؟ چه حاجی مگنوممون نشه. آقا تو چرا اصلا من توجه نمی‌کنی؟ Why are you running? Why are you running? آجی اصلا این چیه؟ یه دونه؟ بابا خب اون می‌خواستی شاید منم بخوام. چقدر وول میخوری؟ به نظرت که این چیزا رو میگیره چی میخواد؟ چیکار میخواد کنه؟ اوه 3 میلیون حاجی 3 میلیون شد همین خریده. چرا بنده کارت جا گذاشته بودم و بچه‌ها یکی دیگه پشتیبانی حامد رو دیدیم این وسط. ابوالهزینه همه تو کامنت ها ابوالهزینه بچه‌ها همه تو کامنت ها همین لاشخور فولاری و ما باد از این ای که صافت بزنن فولاری و بچه‌ها ماشینمون ساندروف داره. طرف های ماشین بیاد تو استمپار کنه. حاجی راست میگی. رسیدی ولش کن ببخشش حامد سلام رجی تو بزنه. چرا الان داری پیجونو هیچ کسی فالوش خودش هنوز پیج نداره. خودم منو صاف اونا ایش نمیبینن این ویدیو رو. ببین اگه اینجا گوشی منو بزنم من توف میکنم تو بالا شهر. واقعا افتخار کن به خودت که تو لشکرت تو ماما زدن. اول آخر یکی میزنه. توف میکنم. توف کن کسیش توف کن کثافت بزنم. بچه حامد گفته اینجا رو بلده خب و ما الان اینجا هیچی گم شدیم. نه من گفتم از اونجا بلدم بیشترم بلدم میتونم. نه اونو منم بلدم بدن بابات بخور. تا اینجا بلد بودی؟ نه حسین کندیانا هر کی ببینه فکر کنه ارکاسنی. به نظر منو نمیگیره. بچه‌ها از این ور. بچه‌ها امیر شبخواب هستن لب خیابون. ماهی 4 تومن. حاجی من ماهی اصلا. ارشیا هستن اینا. این ارشیا، این علی اکبر، این ابوله، اینم امیر اداش میسا. آقا اینا یه پراید ندارن. مشتی تو میگی اینا فکر کردم پراید داره. نه اینا رو میگم کسخا اینا بچه‌ها این پولدار نشن 300 میلیون پول پراید داره. شواف نباشه وقت ولی هم بنزم اونور پارکه. حاجی نباید از اینجا فیلم میگرفتم.
بهترین حالت ممکن اینجوری هم. جا نمیرم اینجا توی خونم ولی به توش میدونم موقعی که خودت خواستی من که همش فقط اشتباسش ولی هر دفعه بازم بخشیدی بودی برام یه روی که رام نمیشد هیچ وقت با یه وحشی تو شیدی تو من که من ندیدم خودم وقتی که با تو هم من یه اینقدر پشت نده بهم یه بار درکم کن اگه از ریل خارجم هر روز بیان و زخم رو حواس بارم بهم نگفتی عاشقم یه موهای بود دنیا قشنگ بود یه موهای بود میرفت یه موهای بود هر برمون رنگ بود میخندیدیم ما شب تا صبح بچه ملای من بچه ملای من میرسیم هم شما ملای من 14 فلم تابستونه باشگاه انقلاب با پفک آبندونه بزن بغل بگو داداش داشت چی میگفتی الان دیگه؟ آره یه چی داشتی الان واسه یوتیوبرها اینجا تخفیف میدن غذاش مثلا 100 تومن 10 تومن از همون میگیرن به نظر میدونی ساعت چنده؟ بچه 4 و 10 دقیقه 10 دقیقه دیگه بریم بزنیم دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید لایک و کامنت و ساب واسه 1000 بار یادتون نره کامنت حتما بذارید چون خیلی کمک میکنه به من یا هر یوتیوبر تازه کاری که اصلا فکر میکنه بچه‌ها تا ویدیو بعدی خدا نگهدار بچه‌ها خدافظ حامد خدافظی خدافظ امیر تکبر فهمیدی رپ چیه؟ دار